آقای اردشیر رستمی متفکر کتابخونه باسواد کراوات زده جذاب اصلا بهش نمیخوره که تجربه اعتیاد داشته باشه. خب آره سهراب میگه در جوانی شراب باید خورد و یک سایه راه باید رفت. انسان اگه در جوانیش خلاف نکنه، در خیلی جاها خلاف نکنه، یه جای دیگه خط میکنه خلاف انسان رو. ما از آدما انتظار فرشته بودن داریم؟ نه، قرار نیست ما فرشته باشیم، قرار آدم بشیم. مثل جوانای مملکت میرن موادی میشن نگیم اینو. من از رو نفهمیم رفتم سراغ این، از رو فهمم که نرفتم سراغ این. من کار خوبی نکردم که، من اشتباه کردم. 5 سال من حقوقی میکردم. یعنی چی مثلا تو برده صبح تا شب بکشی، یعنی شب تا صبح بکشی و این کارها چیه بکنی؟ صدات عوض بشه، خودتو بخارونی، حالت عجیب غریبی داشته باشی. یعنی چی؟ این انسانی نیست این کار. خودم ادب کردم، من اشتباه کردم، من غلط کردم. اگر انسان بتونه طبیعی نشه بشه، سراغ اینجور چیزا نمیره. ما طبیعی نمیتونیم نشه بشیم. من برای چی راحت گذاشتم کنار؟ چون من همینطوری تو اپروتم. باور کن، حقیقتا دارم میگم.